اجازه ده هر چی افغانی خواست گفت به این بنده خدا بگو اگه چه امام خمینی نبود شما از گشنگی مرده بودین، در مورد ایران نظر ندی. خواهش کنم شما اجازه ندارید که با دیدگاه‌های نجات پرستانه در رابطه با یک ملت بزرگ مثل افغانستان اینچنین سخن بگید. تا به کی آقای حیدر این دیدگاه‌های نجات پرستانه به نام اینکه بخواید فرهنگ ایرانی رو سپر بکنید به یک ملت دیگر اهانت بکنید آقای حیدر؟ آیا شایسته نیست که در کلماتی که به کار میبرید تجدید نظر بفرمایید؟ این بنده خدا خودش متوجه شد منظورم چیه. اون که تو ایران اومده جناب آقای حیدر، آنچه که داره میگذره نتیجه تفکرات نجات پرستانه است که توسط باورمندان به این نظر مثل شما متاسفانه در ایران و خارج ایران داره صورت میگیره. چه چیزی برای دفاع از عملکرد انقلاب 57 و بعد از اون در 38 سال گذشته دارید؟ یه مورد رو بفرمایید. دنیا و آخرت مردم رو قرار بود مترقی بکنند، پلاسکو نمونش و ده ها مورد دیگر. بفرمایید. چون شاید من اشتباه میکنم، شاید آقای احمد از آلمان اشتباه میکنن، شمایی که مدافع هستید یک مورد رو ذکر بفرمایید لطفاً. آقا اولش این که 4 تا سگ مثل شما رو از ایران بیرون کردن. دوم این افغانیایی که اینقدر بی چشمارو و بی غیرتن که تو ایران زاده ولدشون کردن، حالا رفتن کشورهای خارجه پناهنده شدن. اصلا انگار چشمارو ندارن این افغانی‌ها. نماینده حاکمیت نه جمهوری و نه اسلامی ایران هست که با اقوال نجات پرستانه به این و اون بد بگه. دیگه دستاورد این انقلاب 38 ساله چه بوده؟ من اگه جای این دولت بودم به والله قسم تمام شما وهابی‌ها را، تمام شما به غیر سنیایی که تو ایران هستن، تمام شما سلفی‌ها را مثل سگ می‌کشتم، مثل سگ. دیگه چی کار می‌کردید آقای حیدر؟ زن و بچه‌هاتونم اسیر می‌کردم. به والله قسم، به والله بالله تالله قسم. خب این عقیده آقای کلینی هست، این همون عقیده‌ای هست که کلینی‌های معاصر هم آوردن. ما در این رابطه شکی نداریم که شما همین گونه هستید. اما برای ملت ایران چه کردید که وهابی نیستند؟ ملت ایران هر کی تلاش کنه آقا به جایگاه خودش میرسه. هر کم مثل شما ترسو تلاش بشه فرار میکنه از ایران میره و مثل اون افغانی که اصلا ایرانی است در مورد ایران حرف بزنه میاد دخالت کنه، حرف میزنه. نکته جالبی گفتید. نظرتون چیه با توجه به اینکه 80 میلیون ایرانی با ما وهابی هایی که ما رو به فلان جانور تشبیه کردید مثل ما نیستند و مردم آگاهی هستند، این مردم آگاه هم به این انقلاب و به این حاکمیت موجود آری خواهند گفت؟ نظرتون چیه یک رفراندوم برگزار بشه که ببینیم آیا این 80 میلیون در یک همه پرسی آزاد به وضعیت موجود و به این ولایت مقدس آری خواهند گفت یا نه؟ نظرتون چیه؟ شما که از موضع قدرت دارید سخن میگید. من قدرت دستم بود شما رو از اون کشور عربی نجاست میکشتم بیرون، مثل سگ میکشتم ادون که دیگه این صحبتهای غلطای بیش از دهنتون رو نکن. دومم ما اگه قدرت داشتیم نگاه کن 4 تا حمال مثل میشستم اونجا صحبت حرف مفت بزنم. بمیرند کسانی که فکر میکنن شما قدرت ندارید.